دوراندهار، ضیافت خون و سایه ها در قلب کراچی. کهکشانی که ستاره های زیادی رو دور خودش جمع کرده، نه برای رقص و آواز بلکه برای یک نبرد تمام عیار. رانویر سینگ، سانجای دات، اکشای کانا، آر ماداوان، آرجون رامپال، سارا آرجون، راکش بدی، سامی تاندون. در 5 دسامبر در ژانر اکشن جاسوسی و به کارگردانی آدیتیا رای اکران شد. یکی از بلندترین فیلم های بالیوودی در سال اخیره با بیش از 3 ساعت و 30 دقیقه، الهام از رویدادهای واقعی و عملیاتهای مخفی طرح‌ریزی شده پر از سکانس‌های اکشن در باکس آفیس فروش خوبی داشته و نقدهای مثبت زیادی دریافت کرده. برای قسمت دومش که در 19 مارس 2026 اکران میشه تایید شده. اولین فیلم بزرگسال برای رانویر سینگ با رتبه A هستش. صحنه‌های اکشن و خشونت‌بار زیادی داره. سکانس رقص با بازی اکشای کانا. اقول عطني رقصتك كلمتاي اقول فوز عندي خوش فصله يا اخي تفوز والله خوش رقصه يا اخي يا اخي عندي خوش فصله يا اخي تفوز والله خوش رقصه. به صورت بداهه در شبکه‌های اجتماعی بسیار محبوب شده. فیلم در کشورهای شورای همکاری خلیج به دلیل محتوا ممنوع شده. داستان فیلم بدون اسپویل ترکیبی اکشن، جاسوسی و درگیری‌های عمیق سیاسی، داستان یک مأمور مخفی رو روایت میکنه که در بین نیروهای خطرناک و پیچیده دشمن نفوذ میکنه و مأموریتی تقریباً غیر ممکن رو به انجام میرسونه که در مسیر عملیات، خیانت، درگیری‌های خشونتبار و پیچیدگی‌های سیاسی باعث میشه که رقابت بین دشمن‌ها به نقطه بحرانی برسه و هویت‌ها، وفاداری‌ها و انتخاب‌های دشوار مطرح بشه. يلا سوي رقصه ثانيه رقصه البطريق ولا سبت في مان يا اخي تفوز عندي خوش فصله يا اخي تفوز